سلام عرض خدمت دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید به اولین ویدیوی کیم ما در چنل یوتیوبمون. بچه‌ها امروز اومدیم داخل ویدیو بریم و یه بازی خیلی خفن و مهیجا با هم داشته باشیم. اسم بازی هست دیرلاین درایو یا مسافرت طولانی که مطمئنم خیلی از یوتیوبرها رفتن و شما هم دیدید و پسندش کردیم. ما امروز قراره برای اولین بار بریم. البته نسخه جدیدش رو با ماشینی خفنی که خود بازی اضافه کرده. قرار است که برید سراغ ویدیو، لایک ویدیو فراموشت نشه، سابسکرایب چنلمونم یادت نره و زنگوله رو بزن که هر موقع ویدیو جدید گذاشتم اولین نفر باش که میای ویدیوی ما رو میبینی. بدون معطلی برو بریم سراغ این بازی خفن و باحال. لیتس گو. از محیط این بازی خیلی خفن، بازی دلانگ درایو نسخه جدیدش که بچه اومده. من الان که ببینید 159 کیلومترش رفتم. من با دوستا بچه آنلاین بازی میکنم. خیلی بازی باحالیه، خیلی دوستش دارم. آقا بریم ببینیم که باید چی کار کنیم. لیتس گو. خب آره بچه من اینجا رو آماده کردم. خب اولین کار قبل از که تو سراغ این لامبورگینی خفنی که رنگ لوگو هست 600 فامیلی، یه چند تا نکته در مورد بازی می‌خواستم بگم. بچه شما سه تا به ماش بازی اضافه شده، یکیش همین لامبورگینیه که می‌بینید با یه موتوری که 18 لیتر بنزین میگیره. لازم نشونه بتونم بدم خوب میشه. یه رادیات 20 لیتری داره، یعنی 20 لیتر آب، یعنی 17 لیتر آب داخل این رادیاته و داخل موتورش هم 9 لیتر و 18 لیتر اویل در واقع داخل موتور ریخته بشه. دراش هم مثل که قیچیه و باکش هم 120 لیتره، یعنی از ماشین خفن ترین ماشین بازی هم چند به اسپانش میکنن. یه هرچه از محیط بازیه که اکثرا دیدید. اون ماشینی که بچه ها داخل بازی بود و خفن ترین ماشین بازی حساب می‌مد این ماشین کادیلاک بود بچه ها. که این ماشین کادیلاک هم اگر دقت کنید میبینید که موتورش همون شکل همون موتوره، دقیقا خیلی فرق نکرده. فقط این کار 5 لیتر هم میده و 18 لیتر و این هم 17 لیتریه چیزش رادیاتش. و اینکه این ماشین هم گز میخورم بنزین خودمون و 2 لیتر هم شده اونم در 2 لیتر. باک این 76 لیتر و باک اون 120 لیتر. بچه چند تا سه بوغالی اضافه شدن این دوره اینجا تغییر کرده به خاطر این هاست بچه ها. اینا وقتابیاییه که مثل همین کاری که من کردم شما میتونید اسپان کنید دوتایی. حالا من دوتایی چه اسپان کنم برای اینجا از این وقتابی بچه ها میتونید اسپان بکنید و از این لامپای گوگلی منگولی که هر رنگ خاصی میتونید خودکار انتخاب کنید. هر وقت من خواستم این لامپ رو میتونم بکنم و لامپ خودم هم که دوست دارم رو اسپان کنم. اینجا من خاموشش کنم، اینجا میتونم بکنمش بشه. خلاصه بچه این محتویه اینجا رو میتونم بکنم، هر رنگش خواستم بکنم. نه یه رنگ بنفش بود که من عاشق رنگ بنفش شود شد که پیداست که اینا رو آوردم ولی نمیذارم که اونجا باشه، میذارم بالا سر باشه. آره بذار یه دقیقه بکنم میتونم وایستونمش. آقا حالا من اینو بذارم زیر ماشین غیر قشنگ میشه. حالا همجور زدیم میشه. آقا چند تا سکرچ به این بازی اضافه شده جدید غیر از محدودیت مولدی. مثلا میتونید تمام تفنگ و سلاحامون رو انتخابش بکنیم. میتونید زامبی حساب کنید. من کاری نمی‌کنم چون جونم رو دوست دارم. اینا هم بچه کوزه است که کوزه ها رو یه سالم میتونی بیاری و میتونی شکستش رو برداری بیاری. این حالا خیلی سه باحالی میگم هر چی داخل این بازی هست و مثل رینگای این بازی که میتونی شما اسپان کنید و استفاده کنید ازش و خیلی از درون رو جدا به صورت جداگانه درش راننده شاگل نا چراغ تایر و هر چی که شما فکرشو بکنید میتونید اینجا اسپان بکنید. بچه‌ها اینا از این بلاک‌های یخی برفی یخی شکسته الان نیست. آقا این از این نوراشو اینا خیلی باحاله. مثلا من رو هم روشن بکنم یه رنگ صورتی باحالی میده بنفش میده. آقا اینجا غذای ما داریم که ما هیچ فعلا ور نمیداریم. چرا؟ چون هرچی خواستیم میتونیم اسپانش بکنیم. بریم هرچی ماشین یه استارت بزنیم این از سطح قبلش روغن روش باید پر کنیم چون حالا فعلا اینا رو اسپان نمی کنم. مثلا موتور در بیارم مثلا بذارم موتور اینجا. یه موتورش بچه دقیقا شکل هم موتورم خوبی نشون دادن فقط قرمزشه. خیلی موتور قشنگ و خفنی و قیافش پیداست چون دو تا دونه کاربرات داره. خیلی باحاله. این مخزنه کاربرات بنزینه توش بکنم این کاربرات میشد
خب ما اول بچه ها بنزین رو میریزیم داخل اینجا موتور بعد 18 لیتر واقعا بچه ها حتما پر باشه چون موتور سرعت و قدرت واقعیش رو به ما نشون نمیده. 10 لیتر هم اینجا داریم فکر کنم دست باشه. 15 لیتر شده. اینا چون من 18 لیتر پر شدم خالی شد که آقا موتور خیلی سنگین شد. فقط تیم میام شد بکنم نمیتونم خالیه موتور بچه من نمیدونم چیکارش کنم اصلا تکون نمیخوره که به همون رو کار برسیم در واقعشون میریختیم. 17 لیتر هم شد بازم نمیشه که چرا 10 دقیقه اویلا شد چیکار کنم خوبه یا 15 لیتر تکون بخوره خیلی بچه سنگین موتور خود موتوریه و اون قطعاتی هم که داخل چه اینا چیه بر خود این درست شد بچه موتور از سر جاش ما یه ساعت بزنیم اول. بله بچه ها موتور هم فکر روشن شد. بودم میتونه نمیتونه همه چی عالی بچه ها فعلا ما میخوابیم تا فردای صبح به راه خودم ادامه بدیم بچه ها خیلی بودم سرمایه میشد. با بچه ها استارت بزن ماشین بنزین کردم چه ماشین چه خاموش کنم من یه ذره بچه ها غذا باید برداریم که لازمیم همه چی داریم قشنگ آب و غذا باید داشته باشیم و الان غذا خیلی کمه آبم هم به نسبت سیر شدم یه ذره آبم میخورم بعدش میتونم تو بازی ها نکنم سیلک بمونه بچه اینو 10 لیتر بشنه ببر بلا 12 و نیم لیتر شد بسه بچه ما خیلی کاری باید نداریم بعدم چون بچه ها موتورش در معرض آفتابه خیلی بچه ها فکر کنم درش بسته میشه خیلی بچه ها موتورش کنم داغ بشه ولی اشکال نداره برو بریم اگر این صندلی ها رو بچه ها عوض میکردن و اینا خیلی خوشی بریم داخل ساختن بعدش بچه من سلاح باید بردارم که من یه دونه AK-47 هم دارم AK-47 کنم AK شو درست میگم 48 نشونی شاد کنم بچه میتونم ولی AK راحت تره همدهش سبکتره و یه دونه AK بعد 2-3 تا هم تیر هم تو داشته باشه یدک من فقط همین رو دستم باید باشه چیز دیگه این نیازمون نمیشه بچه یه دستم خالی اگر تو راحت رو زامبی دیدیم و اینا بکش میدیم لیتس گو بچه ها لامپه زیر ماشین گیره ایول چه بابا خیلی خوبه بچه ها یه نور زیر ماشین میده به به مثل این ماشین های اسپورت که همه زیر ماشینشون نور داره خیلی قشنگه بچه ها اینجا بکنم که اینقدر قشنگ بچه ها برو بریم سرعتش خیلی خوبه ولی من نمیتونم بچه ها چون صفحه کنکش کنم فقط در جنبه دکوری داره میتونم بچه این کاری کنم که صفحه کیلومترش هم درست بشه یه دونه صفحه کیلومتر اسپان کنم که مشکلی نداره یه بچه تا 220 این خوبه 220 نشون بده بهمون عالیه بذاریم اینجا میشینیم این صفحه کیلومتر رو نمیدونم باید اینجا این نصب بشه ایول یکم زخار شد ولی طوری می همین که سرعت نشون میده برو بریم بچه ببینید چقدر ماشین میتونه سرعت میده و الان 120 راحتی رد کرده یک جمعش منتر رفت 160 یا عوض بچه ها یه ضربه داشتیم برو جون امرت برو رفت آقا تا حالا که سرعت رو خوب بوده ببینیم چیکار رو بکنه نه
بچه‌ها یکی از بهترین خونه‌های این بازیه میشه گفت. توی خیلی خونه که با خرید ماشین همه چی که داره کارش اینجا اینجوری میشه که رستوران بوده قبلا. الان که نیست. صدای زنگی میاد بچه‌ها. And I بریم به like تلفنشون eggs, برو بریم. but I will taste your ugly legs. صداش از اینجا میاد. نه یه دونه از این فولکسا داره بچه‌ها، کادیلاک داره، یه دونه از مشتای باربری که من مشتم دیزم پشت این میبرم بچه‌ها. حالا بذار اول زامبی This is fun. Run, little squirrel, run. آقا Let me taste your flesh. شش. You look really healthy. باش. Good to با یه finally تیر die. یکی دیگه هم میزنم تلفن نکشه. زامبی دیگه بچه فکر نکنم باشه، شاید اگه اومد با تیر میزنی باشه. آقا ببینیم ماشین اصلا روشن میشه، اینو برداریم روش حرکت کنیم. نه بچه روشن نمیشه. بچه من برای اینکه میخوام این ماشین رو درست کنم نمیخوام موتور خودش ادامه بدم، چون موتور خودش بچه خیلی موتور آشغالی اصلا اینقدر موتوره. خب یه موتور میخوام اسمون کنم، یکی از موتور خوب و با رادیاتش، چون رادیاتش هم نیازه میشه. اول چون موتورش رو برمیدارم، موتورش با روغن هم هست و میزنی بچه سر جاش. اینم رادیاتشه که 5 لیتر هم رادیاته، البته رادیات خیلی باحالی داره. اینم میذاریم اینجا، اینم میذاریم روش. بچه ها یه استارت هم میزن تست کنیم. نه روشن نمیشه بچه ها، به احتمال زیاد روغن میخواد. وقتش بچه ها هیچی نداره. الان درستش میکنیم و ببینیم اینها بچه ها. این که ما برداشتیم دیزلیه. خب یه مدل گازیش هم بالا هست که نوشته بنزین ایمیج کار 06 بنزین ایمیجه، این دیزل ایمیجه. خب یعنی موتور بنزینیه، اون موتور دیزله. خب ما مجبور میشیم که داخل ماشین دیزل بریزیم که اشکالی هم نداره. البته اینم از دیزل. فقط بچه ها یه باکس خیلی بزرگی میخوام برش بیارم که میتونم حجم خیلی زیادی داخلش چیکار کنم، داخلش به دیزل بریزم. و یه دونه از این ماشینا که تو پیدا بکنی دور و برش بچه میتونی باکس هم پیدا بکنی. حالا طوری نیست بچه، ما یه دونه از این آموزه اسم میکنم اونجا، به راحتی میتونی بازی رو شما پیش ببرید. میتونی بچه این بازی رو پیش ببرید به راحتی. این باکس بزرگی هم داره که حالا میکنیم، خیلی هم بزرگ نمیدونم بچه اختلال بخوره یا نه، بکنم بخوره و خورد میکنیش و به سر. بابا این در بیار و اینو بس کن میشه اصلا. آره نه چه خوبه، اشکال نداره. خیلی بزرگ شده گیری نمیکنه این کفش. نمیدونید بچه ها 150 فیت این باک اصلیشو کنم 40 متر باشه. اینو روشنش کنیم میری بچه ها داخل بریم جاده تا لامبورگینی هم اسکورتش کنیم. یعنی که بچه اگر بازی پیشنهادی دارید که به پیشنهاد با هم دیگه بریم، حتما داخل این کامنت های ویدیو بنویسید و حتما لایک کنید ویدیو. اگر سابسکرایب ندارید سابسکرایب کنید دیگه. اینا بچه بهتون گفتم و کامنت لیکس هم بذارید که حساباتون نپره. خب بچه ها 40 شد. یه دقیقه اصلا بچه ببینیم روشن میشه ببرید بعد تو راه حالا بنزینش کنیم مثلا آدم سر میده. بچه ها روشن شد. ماشین بچه تایرهای نسبتا خوبی داره. چون تایر کامیونی هم بزن بود میشه ها، تایر کامیونی هم بزن بوشا بزن شد میدون از این کامیونی بکنم تایر رو بزنم. آفرین آقا ببین اگر میشه با این نامش با چون ماشین من بزرگیه فکر کنم بهتر باشه براش. فرض بچه ها باگ میشه بچه ها اصلا با دوتا تایر هم کارشون رو بیفتیم. چهار تایراشو بچه همه رو میخوام نو کنم چون که نیازه حتما 4 تا حلقه میخواد. نه بیشتر 4 تا، بیشتر 4 تا میخواد. 4 تا چی بابا؟ خب تایرم اینجا یه دونه 2 تا 3 تا 4 تا
4 تا تایر فکر کنم رو بقیه‌اش هم اینجا میزنم. تایر بچه کلن اگر نو باشه ماشین تو دستر سر نمیخوره. داخل این بازی رو میدونید داخل این بازی فرق تایر نو کنه همین. بچه ها رو ایندش کنه بزن برای که اون استفاده نکنید تایر رو هم جا حیف نشه اینو میکنم میندازم و صاف بود اینو میندازم روی نه اینو میندازم روی این هم بچه ها استفاده اینجا میزنیم روی اینجا. خب این جای تایر جلوی کوچی رو داریم که اینم عوض کنیم بچه ها حل حرکت بکنیم و میریم. تایر ما همون اینجاست. موراش هم بچه ها نمیخواد بزنیم. قالپاق هم بچه ها بزنیم قشنگ شما قالپاق بزنیم نظرتونه. اگر خواستید حتما داخل کامنت بگید پورت بعد میذارم. حالا یه ذره مواد شوینده نیاز داریم. مواد شوینده برای شستن بدنه ماشین که خیلی کثیفه. از این شوینده ها استفاده میکنیم. دوتاش بسته. بله بچه جایی دیگهش کثیف نیست. همون یه دونه هم زیاده شد بچه. خب رنگ هم بچه میخوایم که من رنگ اسپان میکنم ببینیم کدوم رنگ رو دوست داریم. خب رنگ همون میشیم کنم رنگشو کاستوم میکنیم و بریم به سمت بنفش خودمون. آبیشو کم بیشتر بزن. عالی بچه رنگو رو چی بود آقا. این هم از رنگمون که دوتا شاید اسپان کردم با تولی میتونیم اسپانش کنیم. بله دو سه تا ازش اسپان کنیم داشته باشیم. خیلی پر رنگ باشه و قشنگ. خب تا اینجا نصف شد هم نصفش که خیلی هم بزنم ماشین ها خیلی قشنگش بکنیم و تر و تمیز بشه. اینه بچه سپرشن یادم این جلو پنجرش رو استیل بود یادم تمیز کنم اون هم تمیز بدنه رو درست کنیم. بچه ها رنگ برنی میفرستیم. چه گفتم آفر چه و اینم از فرچه این بچه باید باش بسابم در حال سابیدن. اینم از این. آقا برو بریم ماشین رو بزنیم و بریم. لیتس گو. ما ماشین رو خیلی تو بهدی کرد ماشین بچه خیلی تو دسته لامبورگینی توان کشش رو داره اصلا یا خیلی ماشین چه همینجوری بزنم اوکیه؟ نه سازه بزنم. خب بچه حل آقا اونا رو حالا میشه بیاریم اونا رو باز میکنیم زمین دقیق بچه رو هر دوتا رد بشیم جای دیگه رد بشیم نمیره بچه راست این ماشین چراغ نداره ببینم بچه ها چقدر خفن شدی. آقا هم کنم نور یخی بندازم. آقا هدلایت حاضرتون بندازیم. هدلایت میخوام بندازم ماشین خیلی کار راحتیه. روی این لامپا رنگ کاستوم و رنگ و بچه سفید یه دو سه تا اسپان میکنم بچه. سفیدش کلن این رنگیه حیف بچه نشد یعنی هدلایت باید آقا ارش برو بریم بشنو بار کنم ولی میتونم یه کاری کنم چرا کوچیکاشو مثل چراغوشا بعضی از ماشین که مثلا رنگای خاصی داره این هم چراغ کوچیکاشو رنگوشن عوض کنم میتونم براتون یه دونه از این بنفشای ناز خودم میزنم سیف پیدا شد حتی چون بسازیم که سبز رو کم میکنیم درکش رو اینو میبریم بالا به این زمین کم میکنیم حالا
تا از این بده ای ولد شد. یه دونه از این آبا رو میکنیم، اینم از این میکنیم، اینو میزنیم به اینجا، اینم میزنیم به اینجا. بچه خیلی ماشین خفن شد، نه خیلی باحال شد، اگه خودم خیلی دوست دارم نکنم چون نور آره اینا. آها بنفشه فقط جنبه تزئینی داره، جنبه نورانی بودن نداره. برو دفعه شد شد گیر میکنه بچه ها. سین فول سوپر اسپورت حواسم هست. بچه ها باید با سرعت بریم قبول. از اول ببینم این زاویه درسته. آره برو میکن بچه هاش بدن میکن. خب خیلی خوب بچه، خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. اگر از این بازی خوشتون اومد حتما داخل کامنت بگید که پارت بعد رو سریعتر براتون بذارم و این ویدیو رو هم لایکش کن که بهم انرژی میدی و باعث میشه که من براتون ویدیوهای خیلی بیشتر بذارم. بچه‌ها توی این هفته به احتمال خیلی زیاد من نتونم ویدیو بذارم و بخوام سر امتحانات و بعد امتحانات بچه‌ها سعی می‌کنم براتون هر روز ویدیوهای باحال خفن از گیم پلی‌های مختلف همونایی که شما دوست داشتید بذارم. بچه‌ها تا یه ویدیوی خفن و باحال و مشتی دیگه، فعلا خداحافظ.